اومدیم با یه آموزش دیگه کالبات، همون ریاکشن رول به طور خودکار روی ریاکشن میزنید، رول رو میگیرید، وارد سایت کالبات میشیم، منیج رو انتخاب میکنیم. اینجا ازتون لاگین میخواد، لاگین اکانتتون میکنید، بعد روی اکانت دلخواهتون سرور دلخواهتون میزنید، میایم اینجا قسمت ریاکشن رولز کریت میزنیم. خب اینجا تو چنلی که میخوایم بده انتخاب میکنیم، مثلا میذارم تو این قسمت. اینجا متنی که میخواید برای بالای چیتون بزنه که مثلا طرف بفهم بخونه برای چیه این رول آموزشی میزنه. خب اینجا اد ایموجی میزنیم، یه ایموجی انتخاب میکنیم. اینجا سلکت رو که انتخاب میکنیم، رولی که میخوایم به طرف بده انتخاب میکنیم، مثلا میزنیم VIP. خب اینجا نورمال داده و یه وریفای، رو بقیه رو دیگه نمیدونم چیه. لیمیتش فکر کنم تایم داره دیگه، یه تایمیه. آره درست، تایم میذارید، طرف بعد مثلا این ساعت اینا میتونه دوباره بیاد پولشو برداره یا یه چیز دیگه انتخاب کنه. حالا ما نیاز نداریم، روی نورمال میزنیم. روی وریفای که بزنید فقط یک تونه نشون میده، یعنی اینکه دو شد ریاکشنتون دوباره برمیگرده به یک، ریست میخوره به طور خودکار. خب دیگه کار خاصی نداره. اگه میخواین رول بیشتری یاد بدین، ریاکشن رول بازم انتخاب میکنید، ایموجی اینا رو مثلا بنفش انتخاب میکنم، خود ممبر. آره دیگه تو این متن میتونید بنویسید این ریاکشن رنگ این رول برای کدوم ایموجیش و خیلی آسون گریتو میزنیم. خب حالا وارد سرور دیسکورد میشیم. خب اینجا میبینید که اومدش، همون کاری که انجام دادیم اومد. کمنتم ضعیفه. خب اینجا من به ربات باید یه رول بدم، نمیتونه، دسترسیش نمیکشه. خب تو این قسمت الان من رول خودم ببینم ببینیم چی داریم. مثلا یه دونه ممبر انتخاب کردیم با یه دونه VIP، هیچ کدوم ندارم. قرمز VIP بود، بنفش ممبر بود. الان میبینیم هر دوتا رو به ما داده به همین راحتی. حالا ما پاک میکنیم، نیازی نداریم. اگه میخواین آموزشات دیگر رو ببینید میتونید عضو سرور دیسکوردمون بشید، کلی آموزش میذاریم. آموزش بعدی کار با وبهوک که خیلی امن‌تره، بهتر از کار با بات و اینا. کار بات خیلی چیز دیگه هم داره، میتونید ویلکام اینا رو تنظیم کنید، حالا یکم باش ور برید میفهمید چی به چیه. کار خاصی نداره، خیلی هم آسون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.